سرخم گرفتن ایره میگه تدبیح حمار. و از سر بالا گرفتن همینطور من آمده، بلکه هموار شوه سر و پشت بالکل برابر. دیگه از پایین شدن به مثل شتر، اگرچه در اختلاف علما است، شیخ البانی رحمه الله و یک تعداد از علما قائل به است که اول دستا پایین شوه. اینطوری باید برویم. اگر اینطوری میریم اینی مثل شتر است، به خاطر که شتر زانوهایش در پیش دستایش است. او وقتی که میشینه اول قاط میکنه. پس اگر ما قاط کردن میکنیم مثل شتر میشه، اگر قاط کردن نباشه مثل شتر نیست. قول شیخ البانی رحمه الله ان شاء الله قوی است در تفسیر امی گپم، چرا که در حدیث من آمده بازون ابی هریره رضی الله عنه در آخر حدیث تفصیل میکنه ولیضع یدیه قبل رکبتیه. و ما گاهی هم قول یک صحابی را به وهم حمل نمیکنیم، او خب عالم است با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب از او خاطری طوری نمیکنیم. اگر کسی میکنم فتواها وجود داره پروا نداره، لیکن به نظر خود ما دستار اول پایین کردن این چی است. دیگه یکی اقعاب مثل کلب است. اقعاب مثل کلب توریسته که هر دو پایت اینطور استاد کنی، دستایت اینجا بانی، اینی را اقعای کلب میگه. یکی اقعای سنت است که از سجده مقصد بالا میشون، هر دو پای پنجه استاد میکنم، سر هر دو پای اینطور میشینم. این سنت است، این آمده در حدیث. این را اقعای کلب نمیگه. یکی انبساط کلب است. انبساط کلب اینطوری میگه که آرنجان به زمین بچسبانم، مثل که زنای ما آلی امو رقم میکنه. از این مشابهت من آمده. یکی نقل دیگ است. بعضی مردم نماز میخوانن، بعضی پیشانی را میمانه و پس بالا میکنه. و یکی التفات است. استاد شده یکی یعنی روی کم کم دور دادن، این التفات میگه، التفات ساله. از اینی چیزا من آمده. جزاکم. افضل دستا گرفتن در سر سینه. چرا